خب سلام بچه‌ها، چطورین؟ مبزرنا خیلی خوش اومدید. ما همیشه گفتیم محتوایی بسازین که تاثیرگذار باشه، اما توی این ویدیو می‌خوایم به همراه بهنام عزیز یه سری از ویدیو رو با هم ببینیم و ریاکت بدیم. کوکیت سلول به سلولش وارفت. نباید بخندی، من یادم میره خودم قانونی که میذارم و نباید بخندی. کامنت هم داشتم. کامنتش چرا کامنت ها رو باز املت عمو حسن، بیا اینو اول نگاه کنیم بعد کامنت ها رو میخونیم. یه کتاب خواندم که توش نوشته بود املتی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه. صدای سگ چیزه؟ اشتباه نکنید، این ویدیو دستور به بانک نیست، این ویدیو آشپزیه. اما حسن پدر بهداشت محسوب میشه چون مادر بهداشت گاهی بهش سلام کرده. دولت اوکراین هم به عمو حسن پیشنهاد داده که به ارتش این کشور بپیونده تا با املتش به صورت شیمیایی از جلو و با ترکیب‌های در نوشابه‌اش به صورت فیزیکی از عقب سربازای روس از خود در بیاره. عمو حسن روغنای آشپزیش هر 20000 کیلومتر عوض میکنه و با بیگ دیتاس تو پروژه کنترل کاهش جمعیت کارآفرینان میگه روغنای املتشو هر 20000 کیلومتر خب بریم کامنتاشو وای بخونیم. خدا چجوری میشه نخندی؟ گفتم مرگ دست خودست اما از هم وسیله است. اما اصلا از وزیر بهداشت فیلم اونجوری داره. خب 10 cc فیلر لب، یک فرم طبیعی و نچرال. خودتون رو ببینید. عالی ببین شد. چقدر طبیعی شده. خیلی طبیعی. عالیه. خوب شده. عالیه. راضی هستی؟ بله. نوشته این لباش سال بعد میره مدرسه. نوشته بخوای ازش لب بگیری باید دوستات هم ببری. لعنت بهتون با این کامنت ها. نوشته اگه بره خونه اول لباش میان تو یه رو بعد خودش. نوشته دکتره بره نظام وظیفه به علت کوری رد میشه. راست میگه. فکر کنم یه جوری دیگر رو میخواسته پروتست کنه، اینو اشتباهی. نمیشه طبیعی مرد حسابی شبیه سوسیس هات داگ شده. نمیشه منظور از طبیعی یعنی داره با شتر مقایسه میکنه. اجازه بدید من نپذیرم واقعا. ما قرار بود توی میدون نخندیم ولی واقعا نمیشه و غیر ممکنه. خیلی خوبه کامنت ها. چی شو؟ نبینیم چی شو؟ یه بار دیگه نه خیلی بگذاریم. سلام، ببخشید چقدر بازی؟ ها نه، منظورم اینه تا کی بازی؟ تا کیشو نمیدونم ولی 27 ساله باز. دارک شد چرا؟ کامنت ها من ازم تو چند وقت بازی عزیزم؟ من از 29 سال پیش را الان 30 سال. چه دیالوگای سمیه. میشه این چرا سایز عاطفه؟ عاطفه یعنی چی؟ چرا همه جا عاطفه هست؟ اطلاعی نداره. که مچ و پاش پیداست، جای آبجی ماست، بچه خوشگل. رفت. چرا؟ من یکی از چیزایی که بهنام درک نمی‌کنم اینه که این اساتیدی که من تو این اینستاگرام ویدیو میسازم به هر حال حالا دارن کار میکنن، یه جمله تاثیرگذار میگن بعد میرن. خب چرا؟ مثلا لعنتی بمون دیگه. مثلا این رفتن چه اتفاقی میفته؟ اینم رفت بنده خدا. حالا بریم کامنتشو بخونیم. نمیشه از ماتریکس خارج شد. عاقبت فرار از ماتریکس. راست آقا با یه جست خاصی بیرون میره. میشه یه ذره دیگه بری از مرز خارج میشی. ادیت سال 60 شد. ادیت سال 60 ساخته شد. مردم قبل از سال 60 این چی میگه این؟ ادیت نداشته. آها اوکی.
میشه رو ابروهات لباس پهن کنم؟ حالا اونا دیگه ما خیلی دخالت نمیکنیم. آره خود دون با هم به توافق برسیم. افسانه ها میگن هنوز هی بر میگرده و انگشتشو نشون میده. یک مچ پا معذرت. یه بسم الله بگه خودش میره. یا خدا دلش حاضر بود این زیدت باشه واقعا. یادت میگفتی قول میدم همیشه کنارت باشم؟ آره یادمه. چند روزه اول به یه شرط داشتی یادت سجاد؟ آره یادت که تولد رفیقت مختلط بود ولی تو گفتی دارم میرم خونه آبجیم ولی رفتی اونجا. لاشی داره میگه یادته اوایل رابطه برای پیچونی گفتی دارم میرم خونه خواهر ولی رفتی مهمونی مختلط. خب مردک تو که انقدر یادت طرف لاشه چرا باشی؟ پای کسی که دلش جای دیگه است. حالت خوبه؟ چته سجاد؟ از همون اولم بهت شک داشتم ولی شکم بهت تبدیل به یقین شد. یادت آوردم که بهت بگم از همون اولم بیزاد بودی. من خام بودم ولی پای تو موندم گفتم شاید درست الان میره. ولی روز به روز گل شدی و منو بیشتر خرفاز کردی. برو با همونی که اسمشو فکر کردی دیگه اسم منو نیار. من موندم اون کیه که میخواد این اون تکیه بکنه. آخه تو یه دقیقه سیس خانومه رو کامنت رو بخونه نوشته زنه مشخص حداقل 15 سال سابقه خالق بودن رو داشته. یعنی چی؟ بگذاریم. بگذاریم. آره به پسر گفته که این واسط بزرگه ببر بذار سر جوش. راستیه ناموسن راستیه. نشه هر لحظه منتظر بودم گن دور کمر زنه در بره بخوره تو صورت سجاد. واقعا چی بود؟ میخواست علم بکشه حاجی. چی کار؟ زنه بیشتر به درد چک پاس کردن میخوره. فکر کنم به دم خونه تو میتونی پولشو ندی. پشت تاره صوتی دختره میشه شورت عوض کرد. از شده خیلی ذخیره. فکر مثلا بری بیرون میگه عزیزم میشه من مرقه برم پشت تاره صوتی لباسم. یادت سجاد خاله 20 سالش بود تو به دنیا اومدی؟ راست میگه اختلاف سنشون. ترکیب فتلی و اویسی و شهرزاد. چرا؟ میگه هر جور حساب میکنن روزای اول سجاد تو قنداق بوده. خب اینا هم تموم شد. مرسی که ویدیوهای خیلی خوب میسازین و کامنت ها چقدر ملت فوق العاده واقعا. این روحیه شوخ طبعی اصلا بی‌نظیره. امیدواریم که این ویدیو رو دوست داشته باشه. من به همراه بهنام که مهمون من بود تو این ویدیو ولی من مهمون دفتر اینها بودم. چکریم. نظراتتون رو برامون نظرات خودتون رو برامون کامنت بذارین. اگر دوست داشتین از این مدل ویدیو ساخته شه حتما بهمون بگین. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ شما.